بزرگترین ترستون چیه؟ قبل از پروازم نتونم ایران ببینم. رفتن رو به کسی خطاب میکنن که آمده باشیم و که نیامده بودیم. ما بودیم ریشه در خاک سرزمین. من عاشق ایرانم. عشقمون ایرانمونه، مردممونه. برای چی بودی ایران؟ برای چی نیام اینجا؟ وطنمونه. فقط با یه چیز شوخی ندارم. با چی؟ وطنم. گفتی اسمشو میذاریم ایران چون جفتمون عاشقش. اینجا خونه منه، شهرمه، کشورمه. کجا هم نگران زمیناتی؟ نگران سرزمینم هم. اتفاقا به خاطر این دارم میرم که بچم تو سرزمین خودم روسی حرف نزنه. ایران همیشه ایران میمونه. مگه میشه بذارم مملکتمو برم؟ چرا باید برم اصلا؟ چرا باید برم؟ من دلم نم بارونه بهارای توچالو میخواد، بوی کبابای فرهزاد و قلیون پرتقال خامه لب رودخونه جاجرود و ترافیک آخر هفته های جاده چالوس و گفتم ببین ایران سخته، منتها اینجا بی‌معنیه. من سختی رو به بی‌معنایی ترجیح میدم. پاینده ایران.